این انسان برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می‌کند، گیر به استخدام می‌گیرد، شرف و انسانیت را به انسان به استخدام خود می‌گیرد، دروغ می‌گوید، فریب می‌دهد، خدا را شاهد می‌گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملتم، ولی روحیه‌اش لجوجترین، کینه‌ورزترین مردم است نسبت به طبع. تا وقتی سوار کار نشده وعده می‌دهد، همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی‌کند.